قربانشاه الچیبویف بیناکاری که از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود در بیمارخانه از عالم درگذشت. از 8 نفره که در محل ساختمان مسجد بزرگ دوشنبه از گنبد کلان آن به زمین افتاده بودند، این دومین نفر است که از عالم درگذشت. قربانشاه الچیوی 38 ساله ساکن ناحیه درواز می باشد که ششم مرد در محل زیستش دهه دروبک به خاک سپرده شد. نورعلی قربانوف مدیر شعبه جراحی عصبی مرکزی ملی طبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت الچیف از سرش جراحت برداشته هر مغزش آسیب دیده بود و با همین جراحت درگذشت. قربانی دیگر این حادثه دولتشاه یوسپوف ساکن 60 ساله ناحیه رودکی شام 27 فوریه در شفاخانه قریه بالا به هوش ناآمده درگذشته است. به گفته طبیبان جگر یوسپوف بر اثر افتیدن به زمین کفیده بوده است. اکثریت افراد سرازیر شده از بلندی حدود 30 متر در بینای مسجد کارمندان شرکت سامان ساختمان می باشند.